سلام، چطوری گایز؟ خوش اومد به یه قسمت جدید و بازم از بازی سولار پانک. از جایی که مونده بودیم برگشتیم. مرغامون به به، سبز سبز. اوه تخم مرغ. این دوتا، این سه تا. کم کار کردی یا تینسل؟ راضی نیستم ازت. ای تو اما اصلا کار کن. کار میکنی یا نه؟ کار کن. خب الان 6 تا تخم مرغی که محمد میخواست، اسم اینو گذاشتیم محمد بچه، اگه نمیدونی چون محمده. داریم بریم که آپگرید شیپمون رو بگیریم و بریم واسه جزیره‌های بعدی. یا خدا رفتم تو دل محمد. وای، این که میدونم الان میتره که بخوام از اینجا پرواز کنم. بله. دوتا رزبری مافین. اوه، از همون میخواد که اول بازی بهمون داده بود که برداشتیم ما خوردیم، بعدش هم یه بافی بهمون داده بود. تو چی میخوای؟ که کوبالت میخواد؟ هیچ. اوکی، تو هم که دیگه مشخصه دیگه. آره. خب اینم کوبالت میخواد، یادمون باش. حالا من میتونم از این پرواز کنم بدون که بترکم. آره، چرا که اینکه کدوم جزیره باز میشه واسم خیلی سواله. وقتی هواپیماتون رو لول 2 میکنید اینجا میتونید بوستش کنید، با کله برید تو. آه، همینجوری با کله برید تو ببرید. منطقی این بازی رو. خوب آیتم همون گم نمیشه حداقل. خوشحالم از این لحاظ. یعنی بیا نمیترکی که. نه اصلا چی شد؟ خوردم به اون لبهه و افتادم پایین، یعنی از هواپیما و آپگریدش رو انجام. کجاها باز شد؟ اینجا، این پایین، اینجا و این. شاید هم جای بدی باز شده. کلا این ور اون ور مپه همینجوری باید بچرخیم همش. ما گندمام زیاد شده یهو، نفهمید. خب 2 تا غذا بذاری. بفرما تو عباسی نه؟ نه لولیپوپه. از تو بعیده لولیپوپ. اون حرکت ها مال عباسه. خب نه هم که اوکی ولش. بریم سراغ جزیره. جزیره اول که همون اول آفتاب گردون رو پیدا کردیم اینجوری بود که خب تو حرف نزن. تو حالا ناراحتی نداری که بازی میخوای حرف نزنیم بگیم نزنیم. تو ما رو خراب میکنی. من اینجا این چی؟ هویجه. نه باکس. خوبه یه هوی.
آقا ما مسلمانیم. این چیه؟ ای بابا، اینجا چیزی نیست. این پشت چی؟ نه. این چی؟ کوبالته. نه. کوبالت عزیزم پیدا کردیم. همه چه پیدا کردیم. کاش یه خورده گندم بهمون بده. خیلی دلم میخواد گندم پیدا کنیم. هیچی نیست. تو چی میگی؟ آها، این همون چیزی که ازمون میخواست مافینه. من اشتباه میکردم، فکر کردم اون یکی هست. الان دیدم نه اون نیست. با هواپیما برم بالا. پایین گشتیم، پایین چیزی نبود دیگه. هواپیما بریم ارتفاع بگیریم. بالا. چقدر چیز داره اینجا. گندم. وای، چرا بترکی؟ اون دلیلی نبود تو بترکی. خب نه. استغفر الله، استغفر الله. خدایا توبه. چرا با هر بار همین اتفاق بیفته؟ خب خب بچه، دوباره مردیم و برگشتیم از همینجا. مشکلی داره با من بازیست. این هوه نمیخوام و داره باز الان هم داره شب میشه. من هرس میخورم. اینجا درست کنیم، اینا رو هم بکاریم روش کنم تا قسمت های بعدی. حتما یه گلخونه باید بسازیم، مگرنه نمیشه. خیلی ویدیو اینا دیدم در مورد گلخونه، همه گفتم باید بسازید وگرنه بارون خیلی بهتون چیز میزنه، عقبتون میندازه برنامه. اینجا خوبه. خیلی خوب. یه از اینجا رچیم و آروم بگیر. من اینجا وسط دریاچه فرود میاد. خودت پاک کن. بله. بریم اول بریم پشت هواپیمامون. یا برو بالا دیگه. یه خوک دیگه هم اینجا داریم. این مرحله بازی خیلی داره بهمون آیتم میده. خود اصلا عجیبه.
که چرا داری اینقدر شارژ میکنی؟ اون زیر آیتم نبود؟ اون زیرم میاد میرسه اینجا هم چیزی نیست. این بالاش بالا سمت چپ کوبالت رو داریم. بله این چیه؟ شنه؟ آنه اسفنگه بود. کوبالت های چیز بزرگ بزنم بالا رفتم؟ آره فکر کنم. آره بریم میومش نیر هویج. این چیه؟ سنگه؟ آره معدن سنگ چرا باید بده مگه؟ سنگ کم میاره مثلا. عجیب. این از اون چیزاست که دلیلش رو نمیدید یا خود میافتادم. خب ما سریع از اینجا برم. همین یه جایی سیکرتی داره اصلا خبر نداری چجوری باید بری. سریع برو بالا. خب اینجا که چیزی نیست. از اینجا به اونجا پل بزنی ایده خوبی ها. تا اینجا همونجاست که کوبالت هست. آه. بعدش هم که از اینجا میره پیش اون فارم سنگی. آره. این تموم شد دیگه. اینجا چیزی نیست. اونجا ها رفتیم. یه خورده چیز دارم. کلنگ دارم. یه خورده کوبالت بزنیم و بریم. خب بچه ها واسه این قسمت کافیه. واسه قسمت بعدی حتما آیتم های اوس محمد رو آماده میکنم و بریم اونا رو بدیم و تیر بندیمون اونجا ببریم بالا و حتما تیر بندی ریسرچ تیبلمون رو میبریم بالا تا آیتم های جدیدتری باز بشه و ببینیم چی هم میتونیم بسازیم. و اینکه قرار گلخونه رو حتما بسازیم. بدون گلخونه دیگه نمیشه. گلخونه که نه، مزرعه بزرگتر بیشتر بگیم. بهتره یه مزرعه بزرگتری بسازیم چون دیگه آیتمامون زیاد داده میشه. همین الانش کم داریم واسه بعضی آیتم ها جا که بکاریمشون. مثل همین مثل این قسمت کافیه. قسمت بعدی هم گفتم این ریسرچ رو باز میکنیم. حالا اینا زیاد مهم نیستن. این ترافل احتمالا همون آیتمی که خوکه میده. این هم که شیپ میل که بعدا باز میکنیم. گوسفنده که احتمالا بعد از
این داستان ها و آیتم که این میخواد میدیم احتمال توی این جزیره یا این جزیره است و داریم کم کم به پایان بازی نزدیک میشیم که یه بار دیگه آپگرید کنیم این دوتا باز میشه احتمالا و بعدش هم که میریم سراغ این بخش یخی. خیلی دوست دارم برم تو اینا، خیلی خوشگل به نظر میرسن. خب بچه، اگه دوست داشتید لایک و کامنت ویدیو یادتون نره. بدرود.